سلام. تو ویدیو امروز میخوام ورکفلو یا روشی که من هر روز نون درست میکنم، نون خونگی یا هاوس برد رو اینجا براتون توضیح بدم. این رسیپی نیست، دستور نیست و فقط میخوام نشون بدم که الان من توی خونه چجوری درست میکنم، شورتکات ها یا میانبرهایی که میزنم چیه و چرا این کارها رو انجام میدم. امروز روز اول نون درست کردنه. مایه خمیردرشتم رو از یخچال بیرون آوردم. اگر دقت کنید میبینید که زوم کنم میگه که خیلی غمگین و خسته و خوابه. این رو باید بهش غذا بدیم. برای غذا دادن من باید 407 گرم وزن خود شیشه است، نزدیک به 180 گرم خمیر توشه. هنوز ما حدود 50 گرمشو میخوایم، بنابراین 130 گرمشو خالی میکنیم و هر چقدر شد الزاماً 130 گرم خالی نمیشه به این سادگی. الان 100 گرم خالی شد. من برای نون درست کردم نزدیک به 200 گرم خمیر ترش لازم دارم و هولوش 100 گرم یا 50 تا 100 گرم رو هم میخوام بعداً بذارم برای اینکه دفعه بعد بتونم خمیرم رو بهش غذا بدم، به اون مقداری که باقی مونده غذا بدم و بمونه برای دفعه بعد. بنابراین نزدیک به 300 گرم میخوام. الان این هولوش 50 گرم توش هست، بنابراین نزدیک 300 گرم باید آرد و آب بهش بدم، یعنی 150 گرم آرد، 150 گرم آب. فرض کنیم حالا 400 گرم، من 100 گرم آرد سفید میدم، 100 گرم آرد فول کورن یا آرد کامل سبوسدار، همون مقداری که آرد دادم بهش آب هم اضافه میکنم. این رو به هم میذارم روی میزم بمونه تا فردا که حجمش 2 تا 3 برابر بشه. اینو فقط تمیزش میکنم و علامت میذارم که بدونم تا کجا غذا دادم بهش و اگر 2 برابر بشه حجمش حدوداً چقدر میشه. من انتظار دارم تا اینجاها بیاد بالا. وقتی رسید به این ابعاد، یعنی این شیشه حجمش کاملا پر شد، مرحله بعدی نون درست کردن رو ادامه میدم. این مایه خمیرترش انقدر قوی بود که دیروز سریع رسید به حجم حد اکثرش. من اونو گذاشتم تو یخچال ولی یه کمی اومد پایین تر. فردا صبحش دوباره گذاشتمش توی فر با چراغ روشن و دوباره رسید به حجم نهاییش و الان دیگه میخوام این رو استفاده کنم. فکر میکنم الان کاملا کافیه. من برای این که دیگه لازم نباشه فکر کنم و از نوتام نگاه کنم، همه چیز رو برای 1000 گرم آرد اندازه کردم و 80% رو آرد سفید خبازی آرد نون یا برد فلاور میرزم، آرد 550 به آلمانی، و 20% رو آرد کامل سبوسدار یا آرد فول کورن، اینجا میشه وایتسن فول کورن مل. اینم انداختمش، حالا اب نداره، و 20% رو آرد کامل سبوسدار میریزم که طعم بهتری به نونم میده. من هم چیز رو فقط مخلوط میکنم و لازم نیست کار خاص دیگه انجام بدم. 20 گرم هم نمک میخوام، یعنی 2% نمک. اینجا معمولا با یه ترازوی دقیق تر وزنش میکنم و نمک رو به آردم همون اول اضافه میکنم. بعد اینا رو با یه دونه ویسک به هم میزنم که کاملا مخلوط بشه. 700 گرم هم آب بهش اضافه میکنم، یعنی هولوش همون 70 تا 72% هایدریشن، و 200 گرم هم خمیر ترش، یعنی مایه خمیر ترش هم رو بهش اضافه میکنم. اینا رو به هم میزنم تا همگن بشه، یعنی قرار نیست هیچ ساختار گلوتنی و چیزی اینجا دیولوب کنم. اینا رو فقط به هم میزنم همگن بشه، میذارم نیم ساعت بمونه که قشنگ رطوبت به همه جای آرد برسه و بعد شروع میکنم با ماشین همزن
اینا رو ورز میدم. در مرحله اول هولوش 5 دقیقه میذارم با دور کمترین، یعنی درجه 1. این فقط همه چیز رو مخلوط کنه، ساختار گلوتنی شروع بشه به دیولپ شدن. حدودای 15 دقیقه هم میذارم با سرعت 4 یا 5، یعنی سرعت 1 یا 2 تا مونده به آخر، خمیر رو قشنگ ورز بده که ساختار گلوتنی بهتر دیولپ بشه. حتی این زمانهایی که میگم حدودیه. بعد کاسه رو از ماشین در میارم، سعی میکنم با دست یا لیسک یه دور دیگه همه چیز رو با هم دیگه مخلوط کنم، چیزی اون زیر نمونده باشه که قاطی این حجمی که در حال زده شدنه نشده باشه. بعد میذارم استراحت کنه، نزدیک 5 تا 15-20 دقیقه، نیم ساعت هم گذاشتم، بستگی به کارهای دیگه‌ای که تو خونه دارم این زمان متغیره. بعد دوباره همین چیزی که الان گفتم 5 دقیقه با سرعت 1 یا 2 و 15 تا 20 دقیقه با سرعت 4 یا 5 رو تکرار میکنم. شد 5 و 15 2 بار، یعنی در مجموع 40 دقیقه. این کار رو یک بار دیگه هم میتونم تکرار کنم اگر احساس کنم خمیرم هنوز ساختار گلوتنیش دیولپ نشده و ویندو پین تست، یعنی تست پنجره رو پاس نمیکنه. ولی اگر پاس کرد، بعد از دفعه دوم دیگه میذارم بره تو بالک فرمنتیشن. توی اون زمانهایی که دارم با دور بالا میزنم، هر از چنگایی 1 دقیقه با دور حد اکثر هم میزنم که شبیه اسلپ اند فولد بشه، که دقیقاً این خمیر رو بکوبه به اون جداره های کاسه و ساختار گلوتنی بهتر دیولپ بشه. اینجا تست پنجره رو دیدید، همین مقدار برای من کافیه. بعضی وقتا اگر وقت داشته باشم بیشتر دیولپ هم میکنم ساختار گلوتنی رو. خیلی هم حساس نیستم، چون این روتینی که هر هفته یا هر 2 هفته یک بار دارم تکرار میکنم، باید سریع و اتوماتیک برام انجام بشه. این دفعه فکر میکنم در مجموع 1 ساعت یا 3 بار این چیزایی که بهتون گفتم رو تکرار کردم. معمولا وقتی که همه اینها آماده شد، دونه هایی که میخوام توش بریزم رو هم آماده میکنم، اون آخر سر به موادمون اضافه میکنم که یک کمی با دور کم و یواش اینا مخلوط بشن که زحمت کمتری داشته باشه برای مخلوط کردن. بعد اینا رو از ماشین در میارم، سعی میکنم یک کمی از این کشش رو تا بکنم، یه شکل اولیه‌ای بهش بدم و اون رو بذارم برای تخمیر مرحله اول یا تخمیر حجمی مرحله اول، بالک فرمنتیشن. اینجا میبینید الان سطحش چقدره. من میخوام هولش 25 تا 30% این بیاد بالا، یعنی تا این جاهایی که الان بهتون نشون میدم تا این جاها بیاد بالا. وقتی که تا اونجا رسید به نظرم بالک فرمنتیشنمون کافیه و میتونیم اون موقع شروع کنیم به این که شکل نهایی رو به خمیرمون بدیم. امروز برای من این هولش 4 ساعت طول کشید. دمای خونه هم هولش 21-22 درجه بود، برای اینکه حالا یه چیزی دستتون باشه. دمای خود خمیر که الان میبینید چقدر حجمش زیاد شده، همون 25% 30% که میگفتم حجمش افزایش پیدا کرده. دمای خمیر 25-25.5 درجه بود که فکر میکنم دمای خوبی بود. دوست ندارم خمیرم توی دمای بالا تخمیر بشه، چون دمای 30 درجه اینا سرعت تخمیر رو خیلی زیادتر میکنه، احتمال داره اوورپروف بشه. خمیر رو برمیدارم میریزم روی تختم و سعی میکنم سریع بهش اون شکل اولیه رو بدم. شکل اولیه هم اینا رو زیر خودش جمع میکنم خمیر رو و سعی میکنم یه کره درست کنم ازش، یه گنبد ازش درست کنم و این رو برای هر 2 تا تیکه خمیری که دارم انجام میدم. میذارمشون روی همین میز کارم، فکر میکنم همیشه بدون روکش یا بعضی وقتا یه روکشی هم روش میذارم، بمونه تا یه کمی دیگه خودش رو ول کنه، چون همین الان نمیشه دوباره بهش شکل نهایی رو داد. خودش رو که ول کرد یه کمی آسونتر شد باش کار کنیم، میرم شکل نهایی رو بهش میدم. اول خمیر رو برمیگردونم، یه کمی آرد میزنم که نچسبه، سعی میکنم آرد خیلی کم باشه. برمیگردونم، سعی میکنم یه دونه مستطیل ازش درست کنم، بعد یه سمتش رو میگیرم میندازم روی خود خمیر و سمت دیگر رو هم میارم روش و این رو لوله میکنم. سعی میکنم یه کمی جمع باشه، تایت باشه. بعد این رو ور میدارم توی
بشقاب دونه هایی که دارم میغلطونم تا جایی که میشه این آفتابگردون ها و تخم کدوها بهش بچسبه و این رو میذارم توی بنتون یا کاسم. من یادم رفت آرد بزنم قبلش، یک کمی هم آرد میزنم قبلش که این خمیر نچسبه، که بچسبه واقعا نون خراب میشه. و بعد شروع میکنم به بخیه زدن. بخیه هم اینه که از دو طرف خمیر میگیرم، اینا رو توی خودشون اون وسط به همدیگه میچسبونم، این بخیه هایی که از دو طرف گرفتم. اینم برای اینکه یه شکل بهتری بگیره خمیر توی فر و وقتی که میذاریم وا نره، شکل خودش رو بتونه تا آخر زمان پخت حفظ کنه. اضافه این دونه ها رو هم میریزم اطراف خمیرمون یا زیر خمیرمون، هم به نچسبیدن کمک میکنه و همین که خب دونه ها خوشمزه میکنه نون رو دیگه. این الان آماده است. دومی رو هم همین کار رو میکنم. آماده که شد جفتش رو یک کمی آرد میزنم روشون که مطمئن باشم به پلاستیکی که روشون میکشم نچسبه و 10 دقیقه تا نیم ساعت میذارم روی همین میزم بمونه تا اون تخمیر نهاییش رو انجام بشه و تست انگشت رو پاس کنه. بعد نیم ساعت که برگشتم این رو تست کردم، دیدم قشنگ جای انگشتم میمونه. اینجا رو نگاه کنید، میره تو و دیگه بالا نمیاد. این رو میبرم میذارم یخچال. بین 12 تا 24 ساعت هم گذاشتم که بمونه و تخمیر دومش انجام بشه. روز بعد فر رو گذاشتم توی 250 درجه سانتیگراد 1 ساعت قبل گرم بشه. اینا رو از یخچال بیرون آوردم. تخت شاترم رو آرد میزنم، دونه میذارم روش، با از این تیغا اسکورش میکنم، چی میگیم، با تیزی خطش میندازم و این رو میبرم میذارم تو فر. و وقتی که گذاشتم تو فر، توی اون سینی که زیر فر هست حتما آب داغ میریزم که خیلی مهمه این آب داغ توی فر باشه تا سطح خارجی نونمون کراست بهتری بده. اینجا خیلی باد نکرد مثل نونای قبلی، ولی اوکیه. تا زمانی که اولی توی فره، دومی همچنان توی یخچال باید نگرش داریم. این یکی من یه کار دیگه ای کردم. وقتی که نون رو میخواستم بذارم توی فر، روش رو با آب خیس کردم و این رو گذاشتم توی فر برای 5 دقیقه بمونه، یک کمی رشد کنه. بعد توی فر اسکورش کردم، خطش انداختم همینجوری برای اینکه ببینم این روش چه نتیجه‌ای میده، چون دیده بودم تو اینترنت کسی این کارو کرده بود. وقتی که این نون ها آماده شد آوردمشون روی یه دونه از این طبقه های سیمی گذاشتم که خنک بشن. باید 2 3 یا 4 ساعت بذارید خنک بشه بعد ببرید و میدونیم صبر کردن هم سخته ولی باید این کارو بکنیم. خب نون ها آماده است برای بریدن. کنم از این 3 ساعت گذشته، از این 2 ساعت یا حالا 4 ساعت 3 ساعت. مطمئنا هر دوتا قیافشون خوبه، ولی بذارید از کجا ببرم، از اینجا ببرم که بعد بتونم راحت تر این رو سلایسش کنم. این نون دنسه. چرا حالا دنسه؟ حالا شاید یه ذره باید بیشتر میذاشتم بمونه، زود بریدم، احساس کردم زمانش شده. ولی این نون الان یه کمی دنسه. چرا حالا اینطوری شده؟ چون من این نون رو برای راحتی خودم اپتیمایزش کردم، نه برای اینکه حتما متخلخل باشه و شکل بهتری داشته باشه. و همیشه هم 2 تا نون درست میکنم. چرا؟ چون رسپیش راحت تره. 1000 گرم آرد رو با همه چیز قاطی میکنم، تو ذهنم راحت تر میمونه. دلیل دیگهش اینه که وقتی 2 تا درست میکنم هر بار میام یکی رو یک کمی تغییر میدم ببینم مثلا چجوری بهتر میشه. همونطوری که امروز دید مثلا اسکور کردنش رو دیرتر انجام دادم، روش آب زدم که میبینید خب این یک کمی خوشگل تره. با همین آب زدن باعث میشه این آرد برنجا کمتر دیده بشه و رنگش بهتر بشه. به خاطر همین همیشه 2 تا درست میکنم که در آن واحد که دارم نون درست میکنم یه آزمایش هم انجام داده باشم. این یکی هم همینه، نگاه کنید.
باید یک کمی دیگه بیشتر میذاشتم بمونه بعد میبریدم. الان یک کمی زود شد. ولی به هر حال من اینا رو میبرم میذارم فریزر و هر باری که میخوام استفاده کنم همون یه دونه‌شو یا 2 تا تیکشو در میارم میذارم توی توستر یا بعضی وقتا میذارم همینجوری یخش باز بشه و توی مایتابه توست میکنم. کارهای زیادی میشه کرد. من چون خیلی کم میشه از بیرون نون بخرم، این روش نون درست کردن رو سعی کردم برای لایف استایل خودم آسونتر بکنم و یه سری چیزهایی که فکر میکردم لازم نیست رو حذف کردم. مثلا اگر فیلم نان آرتیزان من رو دیده باشید که لینکش رو توی توضیحات حتما میذارم، اونجا درست همه چیز رو با دست انجام میدم ولی خیلی زمان بیشتری میبره. این که هر نیم ساعت یه بار باید بیاین کشش رو تا انجام بدید و این رو 3 یا 4 بار تکرار کنید تا کردن لوله‌ای یا کویل فولد انجام بدید، اینا در مجموع زمان زیادی از من میبره که حالا شاید زمان اکتیو زیادی نباشه ولی مشغله ذهنی که الان من باید برگردم این نون رو درست کنم، این بهم اجازه نمیده توی زمان خیلی کمی بتونم یه نون خوبی در بیارم. اما با کمک این میکسر میتونم همه اون فرایندهای کشش و تایی که توی دستور اصلی نون آرتیزانم هست رو توی 1 ساعت خلاصه کنم، بذارم تخمیر مرحله اول شروع بشه، برم 4 ساعت بعد بیام و سری اینا رو شکل بدم و بذارم یخچال. یعنی زمان اکتیوی که از من میگیره حد اکثر 1 ساعت و نیمه. تو روز بعدش هم فقط همونی که بیاریم از یخچال بیرون و بذاریم توی فره، زمانهای دیگه آدم میتونه به کارهای دیگهش برسه. و این رو معمولا جمعه غروب آماده میکنم و شنبه نون رو میپزم که اینجوری میشه برای 1 هفته آینده یا 2 هفته آینده همیشه نون توی فریزر هست. همونطوری که گفتم همیشه سعی میکنم چون دارم 2 تا نون درست میکنم یه تکنیکی رو به یکیشون بزنم که ببینم نتیجهش با اون یکی چیه. همیشه یه دونش برای من نمونه کنترلمه، اون یکی نمونه آزمایشگاهیمه و اینطوری شده چیزهای خیلی زیادی تو این 2-3 سال اخیری که ویدیو کم گذاشتم یاد گرفتم. من هر زمانی که ورک فلوم بهتر بشه حتما یه ویدیوی دیگه میذارم و سعی میکنم نونهای دیگه ای رو هم که تست میکنم و به یک روش بسیار بهینه برای خونه میرسه رو هم بذارم که شما هم بتونید استفاده کنید. ممنون که کانال غذای آرتیزان رو میبینید. حتما به اطرافیانتون و هر کسی که دوستش دارید معرفی کنید و زمانی که این ویدیو میاد بیرون من 1 ساعت توی کامنت های یوتیوب هستم تا با هم دیگه در این باره صحبت کنیم.